جورابک مومین نفری هستند که در عالم زیبای سیر اعجاز پرمعنی خش در این کشور، در این سرزمین همتا ندارم. من زیاده از 4-5 سرودی که در وسط تاجیکستان و تن نوشتن آهنگ بستم، پیشکش کردم. یک از آنها رو گلچهره بانو سلیسک ارکستر سیمفونی با بسیار دستای بلند اجرا میکند. لیکن حاضر استاد در بغیر از اون که در موضوع تاجیکستان زیاد می نویسد، فیض‌آباد را نیز از مد نظر دور نساخته است. زادگاه است. بله، زادگاه یک کنج تاجیکستان عزیز، بله یک دیاری زیبا و توانست است که در همین شهر تمام بایگری، تمام آب و هوا و باد و اون چیزی که حتی تاریخ رو هم در همین شهر استاد گنجانده است در سطح خیلی هم بلند. خب اما میشنویم همین رو آهنگ بستم و پیشکش. خب حتما بفرمایید. استادم اولی مرتبه این سرود میشنود. میتونم آهنگ خوب. خب برای همه ما یک تحفه غیر انتظار میشه. فیض‌آباد حسن‌آباد نیست، زیباتر از او افسوس فیض‌آباد نیست، زیباتر از او افسوس فیض‌آباد نیست. یادآور باید شد که استاد جورابک مومین در جاده قلمکشی در ژانر نظم، نثر، هجو نویسی، همزمان دراما خیلی استادی بهترین به حساب می رود. از اون روزی که من خودم رو در ناحیه فیض‌آباد همچون صنعتکار، همچون آوازخوان شناختم، از همان روز عبارتم استاد رو در پهلوی خود دیدم. استاد مشکل کشای کار من در هر یک لحظه، در هر یک ساعت غمگساری من است. فکر میکنم که من هیچ تصور کرده نمیتونم که من همچون یک آوازخوان به بودن استاد در نزد من در همه روزه در حیات فعالیت من این رو تصور نمی کنم. هر لحظه که پیش روی من دشواری پیدا شود در ساحه ایجاد، من دفعتا به استاد مراجعت میکنم. میدونم با دل پر نزد اون کس میرم که او میتواند که مشکل کشای کار من باشد. و همین است که علاقه های ایجادی ما با استاد سالهای طولانی است که ادامه دارد. ما استاد را بسیار زیاد غم میتیم. وقتی یک آهنگ ایجاد میکنم، حتما از وقتی که شعر پیدا کردن نمیتونم با استاد مراجعت میکنم که در هوای همین آهنگ به من یک شعری تازه ایجاد کند. وقتی که در ناحیه فیض‌آباد تئاتر استودیو هجوی شهرشوب را تأسیس دادم، باز مناسبت ما با استاد، علاقه ایجادی ما با استاد باز بیشتر شد. استاد تا امروز قریب که سرود هجوی یا صحنه هجوی نمی نویسیدم. ما استاد را هجنویس کردیم. آن کس نیز اقرار است. استاد هم وقت شعرهای لیریکی می گفتم و ما اون کس رو هم خواهش کردیم، هم مجبور ساختیم که به ما سرود هجوی نویسد. وقتی من یک صحنه هجوی می نویسیدم و برای اون که باز هم به تماشابین همین صحنه خوبتر برسد، در اون سرود هجوی خوش میکردیم، آهنگ میموندم و در مضمون همون صحنه از استاد خواهش میکردم که برای ما سرود هجوی نویسد. و همین همکاری ها بود که سرودهای میفارم، 6 سال که رو تا ندیدم آتا، بی عرق، دوزنی، دشتی بودنه، بسیار 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 نابر کردم. ممکن که همه این به قلم استاد ربط دارد.